حکومت فراموش نکنین این چیزا و مردمی که این نوا را دیدین هر یک تای شما این برادر شده میتونین. سپیچکا میخواستین، این همین سپیچکا بود. ما هیچ وقت نمیگیم که شما در داخل تاجیکستان برین یک میتینگ بسازین. این همین برادرایی که امروز حمایت میکنن از این، خوش به حالشون، اینها در میتینگ الکی شرکت کرده ایستادن. همون میتینگی که روزی که نرخ اینترنت بالا شد، تمام برادرایی که بی‌طرف و با طرف و هر کسی که بود اونها این چیز رد کردن، دیدن که حکومت چی ریاکسیون گرفته. پس قوتی که ما و شما داریم احساس کرده نمیتونیم چقدر ما قوتی ما بزرگتر است. قوت در پول داشتن، در ارمیه داشتن نیست، قوت در اتحاد بودن و در یک جا بودن است. ما و شما خدا خواهد انشالله که متحد میشیم. ظلم رحمانوف ما و شما را متحد میسازه. ظلم رحمانوف در تمام سراسر تاجیکستان امروز پیاده شدگی است. ظلم رحمانوف به هر یک خاندان ما و شما دروازش تق تق کردگی است. هر یک خاندان ما و شما در خاندان هر یک تای ما و شما ظلم رحمانوف دروازش آمدگی تق تق کردگی است. کسانی که امروز در مهاجرت هستین، رحمانوف از ظلمش دروازه شما را تق تق کردگی است. اگر این سیاست خوب می داشت، در این قدر وقت این در برای خاطر مردم تاجیک، برای مردم تاجیکستانی یک فکر اندیشه میکرد، برای برگرداندن مهاجرا یک فکر اندیشه میکرد. تفاوت های ما بیش از شباهت هاست. باور کن تو تلخی شراب کهنه، من تلخی زهرم. به همون شکلی که حاجی عمر برآمد این راه دنبال کرده که امروز پیروای اون راه چقدر زیاد شدگی هستند. و این برادر که امروز در تاجیکستان، تصور کنین که ما باز هم بدل پر بدل اطمینان من میگم که این برادرها همون کسایی هستند که ما شاگردهای اونها میشیم. تفاوت‌های ما بیش از شباهت هاست. باور کن ای برادر، تو تلخی شراب کهنه، من تلخی زهرم. انمون دردی که برادر عبدالستار داشت، انمون زخمی که برادر عبدالستار داشت، هر یک تای ما و شما داریم. تفاوت‌های ما بیش از شباهت هاست. اگر چیزهایی که در برادر عبدالستار بود و در ما هست، همون ظلمی که در بالای اون برادر شد در بالای تو هم شدگی است. اگر این شباهت ها باشه، اگر این دردهایی که در بین هر دوتون هست، این دردها اگر هم باشه، باز هم تفاوت‌های ما با این برادر زیادتر است. این برادر تصور کنین که در داخل وطن برآمد اعتراض کرده. تصور کنین که امروز این برادر فقط با یک ویدیو ابرشینش در رگ مردم تاجیکستانی داخل شد. محبت این برادر در رگ هر یک برادر داخل شده. چرا که حق گفته. کسانی که عالم هستند، کسانی که ملا هستند، پیروای دین هستند، اونها تا زمانی که حق میگفتن مردم اونها را دوست می‌داشت. روزی که در مقابل حق برآمدن اینها گپ زدن و از درد جامعه گپ نزدن، امروز مردم اونها را نفرت میکنن. همین گپ درست است یا که نه؟ 100% هر یک تا شما قبول میکنین که تا زمانی که اون علماها از حق حمایت میکردن، تا زمانی که مردم اون علماها و اون وظیفه‌داران و مسئولینی که از درد جامعه، از درد مردم گپ میزدن، اون وقت محبت اونها در قلب مردم بود. روزی که اینها انگشت اشاره در طرف حق کردن و ملامت کردن، سنگ ملامت زدن، از همون روز جامعه اینها را نفرت کرده ایستاده است. این برادر فقط با یک ویدیو ابرشینش محبت تمام مردم جلب کرد. چرا؟ به خاطر حق گفته. ببین یک برادری که ما میگیم که تفاوت‌های ما بیش از شباهت هاست. باور کن برادر عبدالستار، فرق بین ما و تو بسیار زیاد است. تصور که برادرایی که در بیرون گپ میزنن، اینقدر مردم میگیم که آشکار ببروین صحبت کنین، اینقدر مردم میگیم که ای مردم دیگر نترسین، اما فرقیت شما را دیدین. شما هستین استادا، شما هستین کسانی که این ملت بیدار میشوه.
اگر چنده که امروز خدمت های ما به داخل وطن به مردم رسیده باشه، اما فراموش نکنین شما قابل احترام هستید. یک ویدیو نوار شما حکومت با مردم در حرکت در آورد. این از فرقیت. چرا؟ تو تلخی شراب کهنه، من تلخی زهرم. امروز ما کسایی که در بیرون گپ میزنن اینها تلخی زهر است. هر چی قدره که زهر تلختر بشوه همون قدر آدم از زود میکشه. هر چی قدره که زهر کهنه‌تر بشوه همون قدر تلخیش زیاد میشوه. امروز این کسایی که در بیرون گپ میزنن تلخی اینها در قرطق رحمانوف هستند. اینها در قرطق همون کسانی هستند که نسبت تو ظلم کردن. اما تلخی تو تلخی شراب کهنه ای. تو ببینین شراب کهنه هر چی قدره که شراب کهنه میشوه، شراب کهنه را اگر بدونین قیمتش بالا هست. این برادرها اینها اگر چنده هم که در داخل وطن هستند، امروز یک سخن اینها انسانهای با تجربه یا انسانهایی هستند که ارزش اینها، قیمت اینها بالاتر است. مرا ای ماهی عاشق رها کن، فکر کن من هم یکی از سنگهای کوچک افتاده در نهرم. ای برادری که میگه از دور فقط ماشاءالله بهترین شعری نری، این گپا را میگه یک طرف بمان. این گپا را میگه یک طرف بمان. این خیلی تعریفات این خوده ما این کار نکردیم، اون برادر این کار نکرد که در داخل فیسبوک و در داخل شبکه‌های اجتماعی اون زوزده بشوه. اون نمایندگی از 8 میلیون 9 میلیون کرده و تمام اوده را برای خودش قبول کرد. بالاخره کفید و نمایندگی از من و از تو و از دیگر و از زن و مرد و کودک و جوان و پیر از همه کرده. او این گپ زده، اون در داخل وطن این گپ برای حکومت دارو زد. پس چی نموت فقط یک نظارگر میباشی. میگه مرا ای ماهی عاشق، ای کسی که تو عاشق هستی به مبارزه و به مبارزه و به حق گویان، این گپا را یک طرف بمان. تو نگذار این برادر تنها، مبارزه را تنها نگذار، مبارزه را و حق گویان و آزادی خواهان تنها نگذار. مرا ای ماهی عاشق رها کن، فکر کن من هم یکی از سنگهای کوچکی افتاده در نهرم. این همی چیز فکر کن، اون هم به مثل ما و شما یک انسانی زندگی داره، زن و فرزند داره، خلاصه یک زندگی معمولی داره، کدام کارمند حکومت نیست. اما او نمایندگی از هر یک تیمه و شما کرده که و درد جامعه را به حکومت دارا رسونده. کسی را که برنجاند تو را هرگز نمی بخشم. تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم. ببین برادری که امروز از تاجیکستان این خطاب برای مردم و برای جامعه و برای شهروندها و برای حکومتدارا کردی، ایرا باید هر یک فرد تاجیک و هر یک شهروند و هر یک کسی که درد داره باید این گپ در خودش بگیره. کسی را که برنجاند تو را بعد از این ویدیوت هرگز نمی بخشم. تا زمانی که خون در بدنمون میگرده ما مبارزه میبریم و اون فضایی که تو خواستی و اون جامعه‌ای که تو خواستی و اون زندگی آسوده و زندگی آرامی که تو خواستی، حتما این برادرایی که امروز از تو حمایت میکنن و او کسایی که چی از گروه 24 هستند و چی آزادی خواه هستند و یا کسایی که عموما از هیچ گروهی نیستند اما همچون یک انسان، همچون یک شهروند از تو حمایت کردگی هستند، این پیغام اینها بود به تو برادر. کسی را که برنجاند تو را هرگز نمی بخشم. اینها هیچ وقت نمی بخشند. کسی که امروز اگر در نسبت تو دلی جنایی میکشه، اگر اون کسی که تو را بد میگه، اون کسی که تو را خائن میگه، هرگز نمی بخشم. اینجا خطاب برای هر یک تای ما و شما است. ما هیچ وقت اون کسی نمی بخشیم. ما حتما از اون انسان انتقام میگیریم. هر کسی که انگشتی ظلم طرف تو اشاره کرد، هر کسی که دستای خونالودش در گریبان تو گذاشته، حتما چلیکای او را ما میشکنیم انشاءالله. کسی را که برنجاند تو را هرگز نمی بخشم.
تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم. خودت برادر بالاخره آمدی اون کاری که مبارزا میکنن اون کار کردی، اون آشتی کردی با این مردم، اون آزادی خواه، این مردمی که مهاجر هستند، این دردی ما اینها بودک، اون سوزشی که در درون تو بودک و اون دودی که در آسمان برآمد، اون آتشی که در درون تو سوخت و دودش در آسمان برآمد، اون آتش هر یک شهروند تاجیکستانی بودک. اگر بعد از این ویدیو اگر نسبت تو کدام دله بکشاین، اگر تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم، اگر در این حالت اگر من باز هم اگر خاموش باشم و حمایت از تو نکنم، ببین برادر، نامردترین آدم نبود هستم و هر کسی که همین حالت میبینه و حمایت از این انسان نمیکنه، به خدا قسم نامردترین انسان است. این انسانی که از هیچ گروهی نبود، این انسانی که فقط حق گفت و دردی هر یک تیتو را گفت. کسی را که برنجاند تو را هرگز نمیبخشم. تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم. تو بالاخره دردی مرا در جامعه گفتی. این فریاد و ندای هر یک تاجیکستانی است که تو درد او را گفتی. اگر من خاموش بشینم من نامرد انسان بدستم، بعد که در بالای تو کدام جنایت برای تو اگر حساب کنن این کاری تو را. تو آهوی رهای دشته های سبزی، اما من پلنگی دروازه های بسته شهرم. میگه ای برادر، روزی که تو پلنگ بودی، روزی که تو از قالب پلنگ برآمدی و به قالب انسان آمدی و سخن گفتی و کفیدی و ببین برادر، تو دیگر بعد از این اون انسانی هستی که تو طلسم رحمانوف شکستی، تو طلسم ترسی که در داخل وطن بود او را شکستی. این چیزی که تو کردی، این آزادی که برای تو آمد رسید، دیگر بعد از این هیچ حدودی نداره. تو آهوی رهای دشته های سبزی، اما من پلنگی سنگی دروازه های بسته شهرم. تو امروز دیگر هیچ کنار آخرین نهایت ترس بود قدم تا گذاشتی، دیگر گرانیتسا را گذاشتی و بالاخره کفیدی و بالاخره برای حکومت هم خطاب کردی. اون دیگر نهایت بود. بعد از او دیگر این شجاعت و این جرأت خیلی کسا میکنن، کسانی که در او جامعه که بند ایزارش میغلطه این همود گپه بگن. اما تو امروز اون آزادی را برای خودت کسب کردی. امروز اون آزادی که تو خودت میخواستی او را برای خودت کسب کردی و من مطمئن هستم که به مثل خودت صدها و هزارها کسان دیگه هستن که این راه دنبال میکنن. یک بار دیگه من برای خودت میگم که برادر آفرینت و ما همیشه از این چیز حمایت میکنیم و ما پیغام میگذاریم برای تمام شهروندهای تاجیکستانی، نه تنها تاجیکستانی، از شمال سر کرده تا جنوب، از شرق سر کرده تا غرب، این برادر را تنها نگذارین. هیچ وقت این برادر را تنها نگذارین. این برادر تمام اوده را قبول کرده. امروز اگر از زبان خودش هم میشنویم که کسی او را دستگیر کردگی نیست و هیچ کسی او را تهدید کردگی نیست، اما این بود انسان در جامعه ما برای حکومت رحمانوف زنگ خطر پلن برای این کشیده میشه و حتما برای همون ما امروز دست بازو باید بلند بکنیم. امروز ما برای حکومت خطاب کنیم، پیغام برسونیم که اگر روزی که این برادر به زندان کشیده شد، مطمئن باش که 100 نفر دیگه عبدالستار پیدا می شود. البته به مثل برادر عبدالستار بودک برادری که مثلا شریف دلیر یک ژورنالیست برای او کسی خطاب کرد؟ متاسفانه نه. باز هم همون برادرای گروه 24 و بعضی برادرای آزادی خواهان برآمدن و حمایت کردن. امروز هم این برادر نباید ما و شما تنها بگذاریم.
آیا این برادر دردش دردی تو بود یا که دردی خودش تنها بودک؟ آیا پیغام این برادر پیغامی همه ما و شما بود یا که فقط پیغام پرابلم خودش بود؟ این است موضوع امروزه. من انشالله که امید دارم که این برادر هیچ وقت ما با هم یک جا تنها نمیگذاریم. یک است برای همه و همه برای یک است. همه ما همین برادر عبدالستار باید بشیم و باید در جایی که عبدالستار شکنجه می شود ما او را حمایت کنیم. برادرایی که اونها میخواهند به برادر عبدالستار کمک بکنن خیلی زیادن. تو برادر عبدالستار ما گفتم که تفاوت‌های ما بیش از شباهت هاست. باور کن تو تلخی شراب کهنه ای، من تلخی زهرم. خودت برادر اگر راه پیدا کرده میتونی که اگر از ما اگر هر کمکی باشه ما برای تو میرسونیم، پولی باشه، حقوقی باشه، هر چیزی که باشه ما هیچ وقت برای تو دریغ نمیکنیم. من میدونم که این چیزا را شاید رد کنی، اما برادرای خیلی زیاد هستند که اونها میخواهند که خودت در او حالت تنها نگذارن. ما برادرای برآمدن که 10 برابر اون اشترافی که تو گفتگی هستی برای تو گفتگی هستن اون اشتراف آماده هستن بسپارن، اما هدف اینها سپاریدن اشتراف نیست و خودت هم قبول نکردن تو این هدف نیست که از مردم بگیری. ما میدونیم این چیزا، اما ما آماده هستیم که به والله قسم 1 ماه روزه میگیریم، همون پول جمع میکنیم برای خودت روان میکنیم که بگذار که خودت آرام باشی. چرا که تو اون کار کردی، از نمایندگی از تمام مردم کردی، نمایندگی از ما کردی، از شما کردم و از تمام مردم کردگی این برادر. خلاصه آیا درد این برادر دردی تنها خودش بود یا که دردی همه ما و شما بودک؟